درود بر شما، بامداد نکو باشه. بامداد شنبه 15 مهر 7 اکتبر سال 2023 تون بنیکی. بنده اهورا نیازی هستم. استوری امروز گذاشتم امیدوارم هفته کاری خوبی داشته باشین، یا امید دارم، نمیدونم، یه زیری زدم که همه چی خوب پیش میره. فقط موقعیت منو داشته باشید. صبح از خواب بیدار شدم، دیدم که کلید استودیو رو گم کردم و باید خبر امروز ضبط کنم و هیچ کس هم استودیو نیست. بعد یه دفعه یادم افتاد من پنجشنبه به صورت کاملا اتفاقی لپتاپمو با خودم آوردم ولی شارژر همراهش نیاوردم. هیچی دیگه، با تکنولوژی کانتینیتی کامرا که همیشه ناجی خبر امروزه اقدام کردم به ضبط خبر امروز تو حیاط خونمون. بعد باید آروم صحبت کنم چون طبقه بالایی‌ها پنجره‌هاشون مشرف به حیاط و در نتیجه کم میزنم. حتی نفر اومده با داره صحبت میکنه. خلاصه اینی که با افتخار همه اپیزود دیگری از خبر امروز رو کنار هم هستیم در ماجراجویی های سالانمون و یه اتفاقی داره میفته. اگه بیفته یه سورپرایز یک هفته‌ای برای خبر امروز داریم. یک هفته اتفاقات جالب تو خبر امروز براتون میذاریم و اینکه ماجراجویی، یعنی با هم سفر میریم، میبرمتون اردو. این دفعه یه جای خیلی خفن. آره. بعد دیگه چی؟ من که این شکلی بود کارم راه افتاد. امیدوارم شما اگه گیر و گوری تو روزتون بود گیر و گورتون برطرف بشه. دمتون گرم. مرسی که حامی خبر امروز هستید. بریم سراغ بخش سرتیتر اخبار و بعد اون در چنین روزی. اما قبلش روز ملی روستا و عشایر. اگر روستایی و عشایر داریم که بیننده خبر امروزه لطفاً تو بخش کامنت برام بنویسین. با افتخاره که شما تو دل طبیعت دارین خبر امروز گوش میدین و اینکه بنده خودم کردم، عشایر زادم، ما کرد کلهریم. بله. خدمتتون عرض کنم امروز زادروز سهراب سپهریه، شاعر و نقاش، در سال 1307. تاریخ فوتشون هم 1359 هستش. دیروز هم با خبر شدیم آتیلا پسیانی، مرد خوشقلب سینمامون، به رحمت ایزدی پیوست. برای خودش خانواده محترمشون آرزوی صبر و آرامش داریم. تسلیت میگیم به جامعه هنرمند و دوست داشتنی سینمای ایران. همچنین زادروز فریدون فرخزاد هم هست، شاعر، ترانه‌سرا، خواننده، متولد 1317. ایشون شومن بسیار قهاری هم بودند و همین. بریم سراغ بخش سرتیتر اخبار. دقیقاً در چنین روزی 7 اکتبر 1952 دو تا مخترع آمریکایی با نام نورمن جوزف وودلند و برنارد سیلور پتنت ثبت اختراع بارکد رو به دست آوردن. این پتنت ثبت اختراع 2,600,000مین اختراعی بود که در آمریکا به ثبت رسید. این عزیزان اون موقع پتنتشون رو $15,000 فروختن و سال 1970 به صورت رسمی دیگه تجاری شده و افتاده تو جهان و مردم ازش استفاده کردن. بله، بارکد وسیله دسته‌بندی کالا هست. خدمتتون عرض بکنم که الان رفتم ویدیو رو ادیت کردم، بعد میبینم ای بابا این دوباره باگ زده، صدا پرت پرت بی کیفیته، یه کثافتیه. یه سری از خبرها احتمالاً با این ضبط شده، یه سری خبرها رو دارم مجدد ضبط میکنم دیگه، به بزرگی خودتون ببخشید. اپ هوش مصنوعی تحت عنوان اپیک پردانلود ترین اپ ترند الان اپستوره که میاد چهره شما رو در کتاب سال میذاره و استایل مثلا بازسازی عکسای دبیرستانای جینگولی آمریکا رو در میاره و عکساتون اینطوری خوشگل میکنه. شما میتونید عکساتون رو تو سوشال مدیا انتشار بدید. خیلی چیز بامزه ایه. اپیک EPIK دانلود کنید، برید اش بکنید. ای کاش برای اندرویدش هم بود ها، نظرتونه؟ همچنان در بخش هوش مصنوعی، متا چند روز پیش اگه خاطرتون باشه توی اپ فیسبوک مسنجر گفت که آقا من الان میتونم قابلیت استیکر سازی هوشمند اضافه کنم. طرف رفته عکس ساخته میکی ماوس با چاقوش خونیه. این چاقو خونیه چرا؟ این یکی رو نگاه بکنین، این یارو ویلینه بازی سوپر ماریو رو نگاه بکن با اسلحه، بعد بازم میکی موس با اسلحه. یا مثلا یکی نگاه کن ترامپو، تصاویرش دیستربینگه، میدونی؟ آره با مزه بود. خلاصه
همچنان در ادامه اخبارمون بازی‌های رایگان شده به مدرسه نزدیکمون هم باز شده و دارن بچه‌ها رو به صف می‌کنن. چه بساطیه. این شکلی امید دارم هفته کاری خوبی داشته باشین. بازی‌های رایگان شده اندرویدی با اپ‌هاشو براتون گذاشتم، تخفیف خورده. بازی $2.5 رایگان شده، بازی $14 $7 شده. سر بزنید عشق کنید. لینک در بخش دیسکریپشن. خانم ها و آقایان، این شما و این وان پلاس گو، تبلت اقتصادی برند وان پلاس به تازگی عرضه شده. مشخصاتش رو با هم میبینیم. چیز بامزه‌ایه. ابعاد 11 اینچ، 8 گیگ میخوره، 33 وات توان شارژ دهیش هستش، شارژ گرفتنش هست. نمایشگرش 90 هرتزی LCD، رزولوشنش 2408 17720. نسبت تصویری 7:5. کلا نسبت تصویری تبلت من نیستم. بعد خودشون گفتم با باتری 8000 میلی آمپر ساعتی که داخلشه 40 ساعت پخش مداوم موسیقی داره. قیمت $250 موجب میشه یه سر و گردن بهتر از گلکسی تب A8 سامسونگ بشه. یعنی اگه قصد خرید دارین این گزینه بهتریه. چیپست قرار گرفتش مدیاتک هلیو G99، خیلی چیپست هیولایی نیست. 8 گیگ رم داره، نسخه وای فای داره، نسخه LTE داره، 128 گیگ حافظه داخلی، 256 گیگ حافظه داخلی و صدای دالبی اتموس رو هم پشتیبانی میکنه. اما نکته جالبش این هستش، قیمت گذاریش. شروع قیمتی $240 برای نسخه وای فای، نسخه 128 LTE $254، گرونترین نسخه LTE یعنی سیم کارت خورش $288 هستش با 256 گیگ حافظه داخلی، 8 گیگ حافظه داره. همچنین اطلاعاتی از گلکسی A15 اومده، بنچمارکش رو گرفتن، چیپستش مشخص شده، هلیو G99 دقیقاً همون چیپست به کار رفته توی تبلت وان پلاس. سرعت پردازشش خوبه، 3 تا دوربین داره، نمایشگر 6.4 اینچی، اندروید 14، ثبت امتیاز خوبی داره، ولی چون مقایسه‌ای نیست و نمیتونم خوبش به پردازم براتون شرحش بدم. چیپست پرچمدار اگزینوس 2420 به صورت رسمی معرفی شده، چیپستی که قراره توی S24 ها ببینیمش و دیگه خبری از اسنپ دراگون برای بازار ایران نمی باشد. پردازنده هسته اصلی اون 3.1 گیگاهرتز سرعتش، 2 تا هستش 2.9 گیگاهرتز و 3 هسته 2.6 گیگاهرتز و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز. نکته باحال میدونید چیه؟ که دیگه پردازنده ها 8 هسته ای نیستن، 10 هسته ای. طبق گفته خود سامسونگ، اگزینوس 2420 عملکردش 70% سریعتر در بخش سی پی یو شده و پردازش هوش مصنوعی 14 برابر سریعتر. عملکرد گرافیکیش در همکاری با AMD 2 برابر سریعتر از نسل قبلی شده. میگن که هوش مصنوعی این چیپست هم خیلی بهینه شده و پیشرفته است و عملکرد خوبی خواهد داشت. مودم اگزینوس 5320 که زیر پوسته این هسته چیپست قرار گرفته، سرعت دانلود 10 گیگابیتی داره، شبکه 5G میلیمتر ویو رو هم پشتیبانی میکنه، ساب 6 رو هم پشتیبانی میکنه. حالا اینا جزئیات رو کاغذشه، باید صبر بکنیم محصول جدید سامسونگ بیاد، بنچمارکاشو بگیریم ببینیم چطور عمل کردی داره. 2 تا داداش از سندیگو آمریکا اقدام کردن 10,000 تا آیفون و آیپد فیک رو از چین وارد کردن، جایگزین محصولات اوریجینال اپل استور ها کردن. این 2 تا داداش در مجموع 41 ماه هر کدوم. به به، این نویزه که داره تو هم میلوله. 2 تا داداشه سندیگویی در آمریکا اقدام به سرقت 10,000 آیفون آیپد اوریجینال کردن و فیک و جایگزین کردن و در مجموع $6 میلیون به اپل خسارت زدن. داستانشو بشنوید، خیلی جالبه. روش‌های نوین کلاهبرداری دارم بهتون یاد میدم، برید عشق بکنید. این 2 تا داداش هر کدوم 41 ماه به سبب جرمی که مرتکب شدن زندان گرفتن. نکته باحالش چیه؟ آقای ژیمین لیاو، یکی از داداشا، رفته تو 105 تا اپل استور اقدام به این جابجایی کرده، در مجموع تو 22 تا ایالت استان 720 تا هم آیفون جابجا کرده، کانتر رو جابجا کرده. اون یکی داداشه ژیتینگ لیاو به 200 اپ استور سر زده تو 18 استان و 718 تا چیز کرده، آیفون و اینا رو جابجا کرده. حالا اینجا رو داشته باشه. اینا یه داداش سومی هم دارن، اونم تو همین داستان بوده. بعد
دادستانی برای زناشون هم جرم بریدن به مدت 3 سال تحت مراقبت باشن و 8 تا دیگر از همدستانشون هم گناهکار خطاب شدن. کلاً 10,000 تا دستگاه جابجا کردن و 8 سال بوده که داشتن این کار رو میکردن. 8 سال در مجموع هم 6.1 میلیون دلار این داستانو کرد. ببین نگاه کن، 8 سال داشته این کار رو میکرده، پول به دست میآورده، تازه مچشو گرفتن. تو از زمانی که فکر کردن دیگه با کار در اومده ما خفنیم، ولی نه بیبی، این شکلی نیست. اندازه حفره لایه اوزون به اندازه 3 برابر کشور برزیل شده. لایه اوزون در قطب جنوب الان دقیقاً اون جایی بوده که همیشه در حال گسترش یافتن بوده، الان به اندازه 3 برابر کشور برزیل شده، ولی جای نگرانی نیست. دانشمندان گفتن با کاهش مصرف گلخانه‌ای، گازهای گلخانه‌ای، این کوچیک میشه، تا سال 2050 از بین خواهد رفت و با حالت روتینش برمیگرده. اگر دقت بکنید کمپانی مثل اپل خیلی تمرکز داره روی اینی که بگه آقا ما داریم محصولات پاک تولید میکنیم، به ما گیر ندید دیگه، ما کارمون خوبه. این دقیقاً برای همون موضوعه. کارخونه ها باید برن سراغ این که کربن فوتپرینتشون رو کاهش بدن، این میزان تولید مصرف کربن و ایناشون بیاد پایین. بله، من میگم که آقا آینده جهان دست افراد، نه دولت ها. ایلان ماسک استارلینک رو داره، اسپیس ایکس رو داره، اینترنت ماهواره‌ای داره میره مریخ. جف بزوس هم بلو اوریجین رو داره، الان رقیب استارلینک شده. اولین ماهواره‌های فضاییش رو تحت پروژه کویپر به فضا فرستاده. خلاصه داستان اینه که آقای وزیر محترم ارتباطات در جریان باش بابا، این محدودسازی رو جواب نمیده. 1 سال 2 سال چند سال میخواید محدود بکنید؟ مگه یادتون نمیاد از زمان VHS چقدر محدود کردید؟ مگه نتیجه گرفتید؟ نمیگیرید برادر من. آمازون موفق شده برای 3236 ماهواره چراغ سبز بگیره که توی گردش دور زمین قرارش بده و اینترنت ماهواره ایجاد کنه. نکته باحال ماجرا میدونید چیه؟ اینه که طرف موشکش هم مال خودش میفرسته بالا. و در پایان میرسیم به جدول اختلال احتمالی اینترنت در کشور برای هفته 3 مهر ماه. داستان از این قراره: دولت نصف شبا میفته جون اینترنت. به گفته خودشون دارن که بهبود و افزایش سطح IP میدن توی ایران که فیبر نوری رو افزایش بدن. حالا جدول به این صورت هست: امشب شنبه، اهواز، یاسوج، شهرکرد، زرینشهر، کازرون، دوگنبدان، سربندر، دسفول، آبادان، مهران، مسجد سلیمان، آبادان از ساعت 1 تا 6 بامداد احتمال اختلال اینترنت شدید دارن، اینترنتشون میترک. یک شنبه خرم آباد، دوشنبه خرم آباد، سه شنبه مشهد، گنبد، کاووس، گرگان، سبزوار، تربت حیدریه، چابهار، بجنورد و نیشابور، بیرجند و قورچان و زابل. در روز سه شنبه برای چهارشنبه هم شیروز، کاکو، شیروزیو. نه خیلی تمام شد. بله، خبر امروز در این لحظه به پایان میرسه. دوستتون دارم، بذار تصویر خودم بزرگ کنم، خوشگل کنم. آره دوستتون دارم. مرسی که پای خبر امروز میشینید. احساس میکنم گاهی دارم برنامه اکتور میکنم. خیلی خوب تمام شد. شاید باورتون نشه ولی بابا باز شد دیگه. خیلی مخلصیم. وای دورسم با این هم زید شده هم رنگ شده. چقدر رنگش بده مهم نیست. مرسی که تا پایان خبر امروز با ما همراهی میکنید. 7:52 است و بله امیدوارم شما روز کاری خوبی داشته باشین و همه چی بر وفق مرادتون پیش بره. تمیزه بازم شد. خلاص. افق مهر خاوران فرود باوران و من چی بر وفق مرادتون پیش برین. رکورده